کتاب سنن ابو داود سجستانی هست، میبینید. بله، سنن ابو داود سجستانی. بله، خدمت شما عرض بکنم قبلا هم نشان دادیم به شما سنن ابی داود للحافظ ابی داود سلیمان بن الاشعث سجستانی، متوفای سال 275. دارالفکر بیروت ناشر این کتاب در سال 1426 دارالفکر بیروت این کتاب را نشر نموده. حالا بریم دوستان عزیز این صفحه، بله صفحه 382، کتاب النکاح باب من حرم به، حرم بالرضاع، یعنی کانت عائشة، این یکی از صحیح سته این جماعت، تأمر بنات اخواتها، عائشه امر میکرد کی را؟ دختران خواهر خود را، و بنات اخوانها، و دختران برادران خود را، خواهرزاده های خود را و دختران برادر خود را، ان یرضعن من احبت عائشه ان یراها، که پستان بدهند به هر کسی که میخواد عایشه با اونها ملاقات داشته باشد و عایشه او را ببیند. بله، بعدش چی گفته؟ و این کان کبیرن، اگرچه اونها سنشان بالا باشد، و این کان کبیرن 5 رضعات، 5 مرتبه به اونها پستان بدهد. ثم يدخل علیها، بعد اون کسی که 5 مرتبه از دختر خواهر و دختر برادر عایشه پستان گرفته بره پیش عایشه و با عایشه رفت آمد بکنه. خیلی خوب دوستان عزیز، و ابت ام سلمة و سایر ازواج النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان يدخلن علیهن بتلك الرضاعه احدا من الناس. بقیه زنهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این امر عایشه مخالفت کردن و اختلاف کردن و گفتن ما این کار عایشه را قبول نمیکنیم. دوستان عزیز، کتابی را کالا میخوام نشان بدم برای شما. این کتاب فتح المنعم فی شرح صحیح مسلم، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، جزء 5، نوشته آقای موسی شاهین الآشین، دارالشروق این کتاب را چاپ نموده. بله، در سال 1423 از شروح مسلمه، 1423 قمری در دارالشروق در قاهره چاپ شده. مشخصات چاپ را روی تلویزیون میبینید. در این کتاب عزیزان من بریم خدمت شما عرض بکنم صفحه 622 اگر اشتباه نکنم. بله، صفحه 622، این صفحه 622 در اینجا آورده که خود عایشه هم پستان داده به کسی، نه تنها و کانت عایشه. ببینید دوستان عزیز، اینجا اگر ماوس رو میبینید، و کانت عایشه ترى ان ارضاء الكبير يحرمه و ارضعت غلاما فعلا. خود عایشه قائل بود که ارضاء کبیر تحریم میاره. تحریم میاره یعنی محرم میشه با ارضاء کبیر، زن که پستان بدهد به مرد نامحرم. و ارضعت غلاما فعلا، و خودش هم به یک نوجوانی پستان داده بود. و کان یدخل علیها، و این نوجوان پیش عایشه رفت آمد داشت. یعنی خود نه تنها رضاء کبیر انجام میداد، خود عایشه هم به این فتوای خود عمل کرده و پستان داده به مرد نامحرم. به مرد نامحرم پستان داده و این جناب خودش گفت، همین الان اعتراف کرد که این کار خلاف قرآن، خلاف انسانیت، خلاف تمام ادیان. حالا خیلی از کارهای دیگر عایشه که موجوده که ما حالا وقت نداریم، حالا اگر خواستن میپردازیم به اونها، چون این اعتراف قبلا کرده بود من این را آوردم. و الا جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام بدتر از این کار، اذیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مراتب بدتر از این که بیاد پستان بدهد بدتره. این که آمده اهل بیت، دشمن اهل بیت علیهم السلام بود، همه اینها و سبب میشه که عایشه خلاصه انحرافش ثابت بشه. حالا دوستان عزیز این کتاب را ببینید، این کتاب تفسیر و تحریر و تنویر، استاد تألیف و سماحة الاستاذ العلامه الامام شیخ محمد طاهر ابن عاشور. اینو کجا نشر نموده دوستان عزیز؟ حالا جلد 4 بریم، دارالتونس ظاهرا نشر نموده، جزء رابع تفسیر تحریر و تنویر. بله، در این کتاب بریم صفحه 297، جلد 4 صفحه 297. این جلد 4 صفحه 297 تفسیر سوره نساء. ببینید دوستان از بالا سطر 1 نه، سطر 2 نه، سطر 3 نه، سطر 4. و کانت عایشه ام المؤمنین اذا ارادت ان يدخل عليها احد الحجاب ارضعته.
ارضعته. ببینید دوستان عزیز، عایشه هر وقتی که میخواست که کسی نامحرم پیشش بیاید اول به او پستان میداد. خودش ارضعته این صریحه که خود عایشه پستان داده، خود عایشه پستان داده. بله اذا ارادت ان يدخل عليها احد الحجاب ارضعته، عایشه به او پستان میداد. خب دوستان عزیز، آنچه که ثابت شد واضح و روشنه که عایشه هم خودش به این فتوای برضاعی کبیر عمل کرده و هم خودش فتوا داده. صریح سنن ابو داود سجستانی را دیدید که و این که خودش به دختران خواهر خود، دختران برادر خود میگفت که پستان بدید به مردان نامحرم که میخوان با من رفت و آمد بکنن، و خودش هم عمل کرد و خودش هم پستان داده. و خود جناب مولوی فرمودن که این کار خلاف قرآن کریمه، خلاف اسلام، خلاف تمام دین و دیانتداری هست و این کار خلاف امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم هست، چون در خود کتاب نکاح باب الرضاعه صحیح مسلم اونجا روایت که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که عایشه خودش روایت میکنه که پیغمبر نهی فرموده از رضاعه کبیر. لذا برادر عزیز من، این واضح روشنه که عایشه مرتکب همچین فعل خطایی شده، خلاف دیانت، خلاف قرآن، خلاف اسلام، خلاف تمام وجدان. و خودشان گفتن، خود جناب مولوی فرمودن هر کس این کار را انجام بده او را ایشان میکوبند به اشد کوبیدن.